مقصد در نظر دارم پدر و مادر، که نه متاسفانه من پدر و مادر ندارم. پدر و مادر من خیلی آشنا گذاشته شما. من صاحب دو فرزند 28 ساله با همراهی دو فرزندم در همین شهری روسیه، یکی از همین شهرهای روسیه قرار داریم، زندگی میکنیم. و نیت آن آمدم که زندگی من خوب کنیم، کار کنیم، روزی حلال یابیم، صاحب خانه و در شویم. و همین نیت آمدگیم. الحمدلله همه جا کار کردیستم. 4 سال می شود آمدگیم. من حال تاجیکستان یکان بار نرفتم، به خاطر آنه که گفتم نیت کردم که صاحب خانه شوم، بعد میروم. همین نیت کتی ایستادگیم در همین جا که خیر خداوند راست باشه صاحب خانه شوم، بعد روم. راستی گپ کتی کودکان بسیار دشوار بود برای من در اینجا زندگی کردن. دشوار بود ای هست. ای خدا بشکر ما خیلی بهبودی ها کردیم در زندگی الحمدلله. اول وقتی نه آمدم کودکان میده بودن، خوب بودن. به سببی که آدم پدر و مادر نداشته باشد به نهایت دشوار است که خطیه به یک کس باشد کودکات یاردم کنه، نگاه میکنن. یک تاش 3 ساله بود، یک تاش 5 ساله بود. وقتی که من میگم که جدا شدم و خستم آمدم، از شوهرم جدا شدم و آمدم. امیدم کنده شده چی که پدر و مادر نداشتم. میدونستم که هیچ کس من را یاردم نمیکنن، همه به زندگی خودش در همین سال زمان. به همین خاطر خستم آمدم. یک چند سال 2 سال در یک سیخ، در یک دیرینی باوری آدمان نمی آمد. در همین جا کار کردم، زندگی کردم، صبر کردم که کودکام شتابی که کودکام هم نگاه کردتونم، هم کار کردتونم گفته. 2 سال در سیخ زندگی کردم در یک جایی که بسیار آدمان نمیخواستن در اونجا ایستادن و صبر کردن، لیکن خدا را شکر من صبر کردم، زندگی کردم، صبر کردم. الحمدلله امروز به یک جایی رسیدیم، خدا را شکر. خیلی زندگیم را بهبودی ها آوردم، کار کردم. بعد یک کفیچه خریدم، یک کفیچه گرفتم، هم پاوشنی شکم که خریدم. حاضر در همون کفیچه خودم مقصد که برای خودم کار میکنم، هم پاوری میکنم، هم پتپاز میساو میکنم، خرید و فروش میکنم، برای خودم کار میکنم تا که دستی اون کس کار نمیکنم. همین کفیچه که گرفتم، بعد کوارتی را گرفتیم آمدیم گیم که از اون دیرونی بسیار در اونجا زندگی کردن دشوار بود، شرایطش به حد وزنی بود، لیکن من صبر کردم به خاطر فرزندان، به خاطر اون که صاحب یک دو تانکش میگفتم، هم کودکم نگاه کردتونم، هم کار کردتونم. و بعد خیر خدا را شکر تا حال در همین کافه 1 سال می شود